غلامونی که مرا خنجر زد، زور زور آبی دیدش میریزد که مرا گمراه کردن و مرا اید کردن و مرا رو کردن دیگر کردن. یک نفر گفتن که خدا نگو الله بگو. خدا معنی الله رو دارد و الله معنی خدا رو دارد. خدا هم توجیگی رو خلق کرد، بعد زبانی توجیگ نمیدوند، خدا گفتی نمیدوند که چی گفتی، چی گفتین توجیگ خلق رو کرده است. شکل و قالب و همه زبان و دیگرش یعنی هست، خلقش کرده، زبانش نمیدوند. اونی که خلق کرد زبانی همون مخلوقش رو نمیدوند. فکری تنگی، محدودی، کجی، یعنی چی؟ من چی گفتنی هستم؟ وقتی که انسان محدود، حالا گفتم در صحبتم، یعنی 4 آیت و 4 حدیثی رو با مضمون و معنا و شرح و ترجمه کج در ذهنش جای میکنم، بعد هم کج تا آخر عمر کج میرود، پیش پدرت نخیز، عاصی میشه، گناهگار میشه. پیغمبر علیه السلام میگوید که چی؟ پروردگار میگوید پدرت رو احترام کن، پدرت رو خدمت کن. احترام چی هست؟ پدرت با شته زدن، پیش نخستن، جا ندادن. تو خستن احترام از خستن عبادت وقتی که کله نداری، عقل نداری، علم نداری، فرق نکنی عیبی دیگران چی؟ چرا مردم رو به گمراهی یا که به زلالت یا به احترامی دعوت میکنی که پیش پدرت نخیز، پیش مادرت نخیز؟ همه چیزا میگن من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. کسی که بزرگسالای ما رو، عالما و دانشمندا و دیگر سالخورده های ما را احترام نمیکند، کسی که از مسلمان ها و بر ضعیف و ناتوان و خردسالا رحم نمیکند فلیس منا، مسلمان نیست. احترام نمیکنی یک کلانسال، یک سالخورده رو، یک بیچاره رو رحم نمیکنی، پدر مادرت رو احترام نمیکنی، اون دادر و برادر ضعیفت رو احترام نمیکنی، چی مسلمانیت میماند؟ چگونه مسلمان هستی؟ که اسلام احترام است، اسلام قدردانی است، اسلام رحم شفقت است، اسلام این همه مهر و محبت و احترام و قدردانی است تا اینکه برکت بیابی. اونایی که احترام کردن، خدمت کردن، پدر مادر خور شدن، دیدید یکون انسانی که پدر مادر رو احترام کرد، بالای چشم دیده برداشت، دعای خیر برکتش رو گرفت، دیدید که همون انسان خور شد. وقتی که پروردگار وعده خلاف نیست، پروردگار وعده خلافی نمیکند، انسان ها هستن که وعده خلافی میکنن. رفتن به این گروه های افراطی ببینید چقدر جوانان ما رفتن ولی دیگر هیچ نیست که بگردن، هیچ نیست که هدایت بیابن، چرا که گمراه شدن. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که دینک عظمک و لحمک فانظر ممن تأخذ. دینی تو، استخوانی تو، گوشتی تو، هستی تو، دنیای تو، آخرتی تو هست. این که از کی میگیری؟ از نفری نگیر که گمراهت کند، تروریستت کند، دشمنت با پدر و مادرت، با اکا و دادرت، با تمامی برادر مسلمانت دشمنت کند. غلامونی که مرا خنجر زد، زور زور آبی دیدش میریزد که مرا گمراه کردن و مرا اید کردن و مرا رو کردن دیگر کردن. از حضرت مفتی عذر من رو برسونید، ببخشد، ندونستم که چیکار کردم، یعنی از خود رفتم، از خود بی خود شدم، تا درجه رو من رو گمراهی کردن که دیگر خب با این کار خنجرزنی و با کردزنی دست زدم. برای همین ببینید که از کی میگیرید دین رو، گسرین میرود. ببینید که از کی میگیرید دین رو، تا اینکه گمراه و بدبخت دنیا و آخرت نشوید. حالا بیچاره 26 سال از آزادی محروم، باور که چند روز است که یادم میآید، یعنی در بعد زدنش پروا هم نکردم، گفتم خدا هدایت کنه، چرا که حتمی اجر دارد. در مسجد وقتی نماز خواندیم، دعا را کردیم در حق همونم، ولی که امام در حق همه قوم دعا میکنه، دعا کردیم خیر و برکت و سعادت و عزت دیگر که اولی صحبت دعا کردن، بعد این دعا اومد خنجر زد. توکلش به خدا گفتیم اجر دارد، خداوند اجرش کم نکند، اجرش رو برای ما کم نکند، او رو هدایت کند. لیکن ببینید که این یعنی یک مسئله خیلی دهشتناک است. دلم به همون مادرش میسوزد. باور کنید در تنهایی دیروز پری روز چند بار مادری همون به یادم میاد، چند بار گریستم که بیچاره چیکار میکند اون مادرش یا پدرش.
اون رو گمراه کردن که عیب مادر چی؟ از مادرش که مصلحت نپرسیده بود. یعنی دیگر جوانان هم که باشن گمراه میشوند، هم دنیا هم آخرتشون رو برباد میدهند. خداوند عزوجل میگوید استعیذ بالله و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له جهنم. یعنی کسی که یک مؤمن رو یا حتی یک مسلمان بیگناه رو، هر یک انسان بیگناه رو، یک مسلمان رو بی اساس به قتل میرساند، پس جزای او جهنم است. جزاؤه فجزاؤه جهنم خالدین فیها، دائمی میماند در اونجا و غضب پروردگار بالای او هست، لعنت پروردگار برای او هست دائمی. چرا؟ به خاطر یک مؤمن رو به قتل میرساند بی اساس. همین خداوند عزوجل میگه اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، شما همیشه متحد باشید، دست به هم بدهید. حالا متحدی ما و شما مردم منطقه، عموما منطقه آسیای مرکزی تا افغانستان همه در پیروی از مذهب امام ابو حنیفه هست. چرا که گروه های بدخواه وقتی که جوانان مسلمان رو به هر گروه میبرند سوء استفاده میکنند. بخیز بچه میگه 10 سال من دادم سوم، 10 سال تربیت کردم، 10 سال در اینجا جات کردم، حالا بخیز، تمام وظیفه را اجرا کن. نخیزت در خطر است، بخیزت در خطر است. برای میگه که حالا یک مؤمن رو کافر گفتن. حتی الان سال میگه که اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه. یک مؤمن رو کافر گفته، یکی از این دو حتمی کافر است. اگر اون رو کافر گفته کافر نیست، ایمانی مستحکم استوار دارد. سخنت میرود که اونجا نه، مؤمن کامل ایمانی مستحکم استواری قوی دارد. اون کلمات میگوید میآید ایمانی خودت رو برهم میدهد، ایمانی گفتگی رو برهم میدهد، کافر میشود گفتگی. حالا حضور زدن چیو؟ حالا میزند مسلمان میگوید میزند نه، اول حکم با کفر میکند بعد میزند میکشد. یعنی همیشه پیروی از مذهب کنیم، چرا که مذهب عامل اساسی متحدی همه ما و شما هست. حالا پیامبر علیه السلام در حدیث که ابن ماجه روایت کردگی هست، این حدیث رو میگه این امتی لن تجتمع علی الضلاله، امتون من اکثریتش در گمراهی هیچ وقت جمع نمیشن، اتفاق در گمراهی نمیکنن. فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم، وقتی میبینید که اختلافی نظر است و دیگر رو دیگر هر کی هر چی میگوید، شما با بسیاری باشید. نجات در جمعیت است، در بسیاری است. حالا همینه که با هم گروه افراطی میرن 4 نفرن، همین 4 نفر رو مسلمان میگوین، دیگه این 2 میلیارد مسلمان کافر میگوین. نعوذ بالله. پیروی در مذهب امام ابو حنیفه یعنی چی؟ پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا با درک و فهمی درست، نه با درک و فهمی غلط. غرض حالا گفتم اونا هم آیات میخونن، حدیث میخونن، لیکن شرح و تفسیر و یعنی ترجمه و معنای غرضناک. در همین احتیاط باشیم. جوانان رو خصوصا نصیحت کنید. فرزندان وقتی که در مهاجرت ملتی هستن، سالخورده ها یا که اونایی که هستن، همیشه در تماس باشید، نصیحت کنید که بچه‌م هر گروه نرو، گروه افراطی نرو که هم دنیا هم آخرتت رو برباد میدین، هم خانه آبادت رو برهم میدین. دعا کنیم پروردگار همه ما و جوانانی که گمراه شدن، پروردگار همگی رو هدایت کن به راه راست، انسان‌های مفید و منفعتناک برای خود و برای جمعیت و برای وطن و برای کشور و برای امت اسلامی. خداوند عزوجل من همه اونایی که در مهاجرت مهنتی هستن اون رو در حفظ حمایت و پناه خودش نگه می‌دارد. همه ما رو مفید و منفعتناک بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.